اللهم اعنا علی صیامه و وفقنا لقیامه و نشطنا فیه للصلاة. بعضی از تعبیرات اصلا انسان رو متحول میکنه. خدایا تو ماه رمضان برای نماز یه نشاط دیگری به من بده. نشاط خب یعنی خضوع و خشوع هم بیشتر باشه، دریافتم از تو بیشتر باشه. نماز علامت قبولیش این است که در حال نماز انسان چیزی از خدا دریافت کنه، همون در حال نماز، ولو خوفی باشه که بر وجودش عارض بشه، ولو حقارت خودش رو بیشتر باور کنه، عظمت خدا رو بیشتر باور بکنه، خسته نشه در نماز. ماها غالبا نمازمون با خستگی میخونیم، با خستگی میخوایم یه رفع تکلیفی بشه. اما امام جواد علیه السلام و نشطنا فیه للصلاة، در این ماه به ما نشاط برای نماز بده، اصلا بال در بیاریم وقتی نماز میخونیم، وقتی با خدا داریم حرف میزنیم. آداب ضیافت همینه. وقتی انسان با خدا صحبت میکنه، وقتی انسان قرآن میخونه، یک عروجی را و یک نشاطی رو در خودش احساس بکنه. البته کنارش هم نباید غرور برای انسان، چون این نشاط بلافاصله غرورم برای آدم میاره که من هستم که با خدا این ارتباط رو دارم. باید مراقبت بکنیم. بعد بگیم خدایا این عملی نیست که قابل برای عرضه به محضر تو باشه، من عملی ندارم اصلا. کی هستیم تا عبادتمون چیزی باشه، ارزشی داشته باشه؟ اینا رو هی باورشو در اون زیاد بکنیم. توی ماه رمضان باور به این که چیزی نیستیم، کسی نیستیم، عملی نداریم. هر چی آدم خدا رو باورتر بکند، به ضعف خودش بیشتر پی میبره، به حقارت خودش بیشتر پی میبره.